رأی سالم میدم. نامزدی که داشتیم همه با هم درگیر بودن. چه مناظره ایه؟ من با این موضوع موافقم برای اینکه میخوای رأی بدیم. مسائل اقتصادی ما زمانی مرتفع میشه که ما درست انتخاب کنیم. فردی که انتخاب میشه بتونه با سخت کوشی مثل رئیس جمهور شهید ما شبانه روزی درد مردم رو بدونه، در کنار مردم باشه. آموختار نشده. عملا این ثابت کرد با بالا کردن همه هستی هزار بارم زندگی فرمانداری درسته یا نه؟ که وظیفه هر ایرانی که در این انتخابات شرکت کنه.